سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیو. من اسما هستم و امروز میخوام بهتون 7 تا از بهترین بازی های اندروید رو بهتون معرفی کنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم بزن. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. شماره 1 ترافیک رایدر. اگر از بازی‌های سبک موتور سواری و کلی موتور سواری رو دوست دارین، بهتون پیشنهاد میکنم این بازی رو نصب کنید. این بازی خیلی قابلیت‌های خفن داره و لوکیشن‌های مختلف و حتی زمان‌های مختلف در لوکیشن‌های مختلف رو داره. به عنوان مثال همینطور که می‌بینین در صفحه، الان ما 4 لوکیشن مختلف بهار، تابستون، پاییز، زمستون در 4 لوکیشن فصلی دقیقاً داریم و 3 لوکیشن زمانیش هم مربوط میشه به صبح و لحظه غروب و شب. و اینکه خوبیتی که داره، شما کلی تسک داره شما باید انجام بدین، کلی مرحله داره شما باید انجام بدین و بهتون سکه میده. کلی موتورهای متنوع داره، کلی مراحل جذاب و خفن داره، از جمله لای کشیدن بین ماشین ها و کلا سرعت زیاد و موتورهای مختلف. و شما میتونین در این بازی موتوری که خودتون دلخواهتون، رنگش، حتی دستکش و موتور هرچی که دلتون میخواد و به راحتی عوض کنین و یه جورایی هر تو دلتون خواست دیگه درست کنین. و اینکه نسخه مجهزش هم داخل تلگرامه. اگر میخواین دانلود کنین وارد آیدی تلگرام هم بشین، لینکش تو دیسکریپشن هست. شماره 2 اسمشید. این بازی یه جورایی که مخصوص کسایی که استرس دارن. اگه توی که استرس داری حتما این بازی رو دانلود کن. این بازی چجوریه که شما حکم یه شخص داری که کلی گوی فلزی دستشونه و باید شیشه های مثلثی شکل رو بشکنی. این بازی وقتی شما شیشه ها رو میشکنین بهتون امتیاز میده و بهتون اجازه اینو میده که وارد مرحله بعدی شین و هیچ وقت تموم نمیشه. کلی آپدیت خفن داره و شما به راحتی میتونین دانلودش کنین. اونم داخل کانال تلگراممون هستش. شماره 3 اونلی آپ. مطمئنا حداقل یه بار به گوشتون خورده. این بازی قابلیت خفنی که داره اینه که هیچ وقت تموم نمیشه و یه جورایی بهتره بگیم بی‌نهایته. شما از روی کامیون، قطار فرقی نداره که روی هوا معلق هستن، کلی چیزهای متنوع دیگه روی هوا معلق هستن. شما باید از روی اینا به قله خودتون رو برسونید و رکورد جدید رو بشکنید. این بازی قبلا توی پی سی بود، الان هم توی پی سی هستش، ولی به دلایل خاصی از جمله گرافیک و اینا نمیشد که داخل گوشی بره. اما کسایی که طرفدارشون فن این بازی بودن تصمیم گرفتن نسخه بتاشو درست کنن، منتها با کمی تفاوت. اولین تفاوتش از لحاظ گرافیکش رو الان بخوام ببینید، این اولیاپ توی پی سی، اینم اولیاپ توی موبایل. کاملا مشاهده میکنید که گرافیکاش کاملا فرق داره. اما خوبیتی که داره کپ اونلی آپ با کلی مرحله مختلف خوبه، نسبتا میتونیم قابل قبول فکر کنیم. شماره 4 اکستریم کار درایوینگ یا شبیه ساز ماشین سواری. اگر شما هم از اون دسته آدمی هستین برعکس موتور سواری عاشق ماشین سواری هستین، بهتون این بازی رو پیشنهاد میکنم. هم نسخه مد شدهش هستش، هم غیر مد شده. مد شده یعنی این که شما بدون نیاز به پرداخت هیچ پولی یا چیزی جم و سکتون بالا میره و میتونین کلی ماشینا بگیرین و لینکش رو گذاشتم توی کانال تلگرام، هم میتونین برین اونجا و دانلودش کنین. حالا خوبی هایی که این بازی داره، این بازی 3 لوکیشن مختلف داره: فرودگاه، شهر و یا کوه و صحرا. فرقی نداره، میتونین هر جا دلتون خواست بازی کنین. این بازی قابلیتی که داره اینه که هم میتونین آنلاین بازی کنین هم آفلاین. فقط نسخه مد شدهش یه مشکلی که داره، شما نمیتونین آنلاین بازی کنین چون ممکنه که کلی گوشیتون بند بشه، یا مثلا گوشیتون که نه، بازیتون بند بشه، اون اکانتی که واسش درست کردین بند بشه، کلا همه چیتون اهم بپاشه. شماره 5 بیگ هانتر. اگه شما عاشق وسترن و چیزای خیلی ساده و دو پیکسلی هستین، بهتون پیشنهاد میکنم این بازی رو دانلود کنید. این بازی یه بازی دو بعدیه که شما میتونین به سادگی بازی کنین. آفلاین هم هستش، حجم خیلی کمی نیاز داره، کم حجم هست کلی. این بازی به شما کمک میکنه که یه جورایی مثل همون اسمش هیته که باعث آرامشتون میشه. این بازی چند روز مختلف داره، باید شما با چندین حیوان مقابله کنین. اینم نسخه مد شدهش هست.
شما باید با اینها مقابله کنین. خب بعد که کشتیشون میرین به روز بعد، به لول بعد، کمک میکنه که شما هر چقدر مرحلهتون بالاتر بره یه جورایی خیلی طول میکشه تا بازی رو تموم کنه. حداقل 6 ماه طول میکشه باید پای این بازی بمونین تا کلا این بازی به درستی تموم بشه، چون مثلا بعضی مرحله هاشو درست نمیاره ولی چیز خاصی نیستش برای شما، راحت میتونین بازی کنین. شماره 6 والک مستر. این بازی که هم میتونین به صورت افقی بازی کنین هم به صورت عمودی. یعنی اینکه شما باید با انگشتانتون خب پاهای یک شخصی، یعنی یه شخصی که مثل دلقک ها هستن که به پاهاشون چوب بسته خیلی قدشون بلنده، یه جورایی تو همون این اشخاصی که مثلا توی بازی هستن، این کاراکترهایی که هستن، شما باید اونا رو حرکت بدین و به آخر مرحله برسونین تا بتونین برنده بشین. این بازی کاملا جذاب و خیلی باحال، کم حجمه و اینکه قابلیت آنلاین نداره و فقط آفلاینه و کلی مرحله‌های متنوع داره. مرحله‌هاش هیچ کدوم تکراری نیستن، کاراکترهای خفن داره، هر کدوم دلتون خواست میتونین دانلود کنین. اگه نسخه مد شدهشو میخواین بهتون میگم آیدی چنل تلگرامم توی دیسکریپشن هست، اون بزنین و ببینین چه بازی رو میخوان. حالا من میذارم دانلود کنین. شماره 7 اگه از اون دسته افرادی هستین که عاشق فوتبال اینا خیلی فوتبال هستین، این بازی رو بهتون پیشنهاد میکنم. ساکر هیرو. این بازی قدیمی هستش، منتها خفن، خیلی خفنه. شما به صورتی که باید نقاشی کنین یه جورایی، یعنی اینکه یه محوطه رو به شما میده، شما در اون محوطه نقاشی میکنین، تو به همون سمت حرکت میکنه و باید به یاراتون پاس بدین و به رقیبتون گل بزنین و ببرینش. و اینکه کلی مرحله داره، حداقل تا 1500 خورده اید اگه اشتباه نکنم داره، و اینکه میتونین این دانلود کنین. اینم نسخه مد شدهش هست. یه خوبیتی که این بازی داره اینه که شما میتونین کاراکتر خودتون رو بسازین. شما یه نفر نیستین، چند نفر هستین، اما شما فقط در یک شخص وجود دارین که مثلا اگر شما به اون شخص که خودتون هستین پاس بدین، خب شما یه ستاره دریافت میکنین. این بازی اگه 3 ستاره کنین، هر چقدر ستاره هاتون بالاتر بره سریعتر میتونین مراحل جدید رو باز کنین. و اینم از این بازی میتونین ببینین الان رو صفحه، خیلی بازی جذابیه. و اینکه نسخه مد شده همه این بازی‌ها که بهتون گفتم داخل کانال تلگرامم هست، لینکش تو دیسکریپشنه. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، کامنت، سابسکرایب یاد نره، زنگوله بغلیش هم بزن تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشی. بای